نمیشه همینطوری الکی زنده موند. باید زندگی کرد. اگه هر روز صبح خواب بیدار میشی با خودت میگی زندگی باید یه چیزی بیشتر و فراتر از این حرفا باشه، من بهت میگم آره، زندگی یه چیزی بیشتر و بهتر از این حرفاست. بیشتر و بهتر از صرفا بیدار شدن، سر کار رفتن، خرید کردن، خوردن و خوابیدنه. این همه یه زندگی نیست. این سبک زندگی یه چیزی کم داره، یه چیزی که شاید اصلی ترین معنای زندگی باشه. اونم چیزی نیست جز تلاش برای بهتر شدن. هر چی که هستی، هر جایی که هستی، تو هر حوزه‌ای که فعالیت میکنی، به هر چیزی که علاقه داری میتونی بهتر بشی. مهم نیست چقدر توی کارت مهارت داری، مهم نیست که توی کلاست، شرکتت یا شهرت رو دست نداری. همیشه میتونی از کسی که هستی بهتر بشی، حتی اگه 200 سال هم عمر کنی. بازم هر روز زندگی تو میتونه بهتر از روز قبل باشه. نقاشی؟ سعی کن نقاشی‌های بهتری بکشی. نویسنده ای؟ سعی کن کتابای بهتری بنویسی. فروشنده ای؟ سعی کن به تعداد آدم‌های بیشتری محصولاتتو بفروشی. بهتر شدن هیچ انتهایی نداره، هیچ نقطه پایانی نداره. همیشه میتونی از چیزی که هستی بهتر بشی. همیشه میتونی خود قبلی تو جا بذاری و ازش کیلومترها فاصله بگیری. اصلا هدف زندگی همینه، اینکه راهتو پیدا کنی و توی اون راه، توی اون مسیر بهتر و بهتر و بهتر بشی. هر روز بهتر از قبل. هوای خودتو داشته باش رفیق، خودتو یادت نره.